امروز میخوایم به دنیای شگفت‌انگیز عناصر شیمیایی سفر کنیم و یکی از نادرترین اونا رو معرفی کنیم. آستاتین. این عنصر نه تنها کمیابترین عنصر تو کره زمینه، بلکه داستانهای جالب و اسرارآمیزی رو هم در پشت پرده خودش جای داده. اینو میدونستید که آستاتین به قدری نادره که احتمالاً تو کل سیاره تنها چند گرم از اون وجود داره؟ کمیابترین عنصر دنیا آستاتین با عدد اتمی 85 تو جدول تناوبی قرار داره. این عنصر تو گروه هالوژن ها هستش و وزن اتمی اون حدود 210 گرم موله. آستاتین تو دما و فشار معمولی به صورت جامد هستش، اما به خاطر ناپایداری و رادیواکتیو بودنش یک مقدار جمع‌آوری اطلاعات دقیق ترش دشواره. آستاتین به خاطر اینکه یک مقدار بسیار کم ازش تو طبیعت وجود داره، رنگ و ظاهر دقیق اون به خوبی مشخص نشده. یک سری از تخمین‌ها نشون میده که ممکنه رنگ شبیه به یود باشه. آستاتین به شدت رادیواکتیو و ایزوتوپ‌های مختلف اون دارای نیمه عمرهای بسیار کوتاه هستش. ایزوتوپ اصلی آستاتین 210 و دارای نیمه عمر حدود 8.1 ساعته. تخمین زده میشه که فقط حدود 250 گرم از این عنصر تو کل کره زمین وجود داره. آستاتین عمدتاً از تجزیه طبیعی اورانیوم و توریوم تولید میشه و به همین دلیل تو معادن اورانیوم و توریوم یافت میشه. اینم بگم به دلیل نادر بودن و رادیواکتیو بودنش کاربردهای آستاتین بسیار محدوده. با این حال یک سری از کاربردهای بالقوه اون تو پزشکیه که برخی تحقیقات نشون داده که آستاتین میتونه تو درمان سرطان مورد استفاده قرار بگیره، به ویژه تو روش‌های درمانی مثل تابش رادیواکتیو. آستاتین به عنوان یک عنصر تحقیقاتی مورد استفاده قرار میگیره تا ویژگی‌های هالوژن‌ها و رفتارهای رادیواکتیو رو بررسی کنه. استخراج آستاتین خیلی دشواره چون مقادیر اون تو طبیعت خیلی کمه و همچنین به دلیل رادیواکتیو بودنش کار با اون نیازمند احتیاطهای خاصیه. علاوه بر همه اینها عمر کوتاه ایزوتوپ‌های آستاتین باعث میشه که مطالعه خواص اون چالش برانگیز باشه. خلاصه آستاتین به عنوان کمیابترین عنصر دنیا شناخته میشه و ویژگی‌های خاصش مثل رادیواکتیو و نادر بودنش باعث میشه که مطالعه و استفاده از اون دشوار باشه. خب نظر شما چیه؟ بگین ببینم.